برادر مگم با سالهای دراز میبینیم تو مردم را با دروغ میخندانی. از پیامبر خدا به تو یک پیام می‌آورم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند ویل است برای کسی که با دروغ گفتن دیگران را میخنداند. ویل است برای او، ویل است برای او. پیامبر خدا 3 بار برای چنین نفران ویل گفتند. ویل یک وادی در جهنم است که سخت‌ترین عذاب در آنجا میشود. برادر گرامی، کارهایی که در پوبلیک انجام میدهی هیچ معنایی ندارد. مثلا گاه خودت را کاج میسازی، یعنی چشمانت را کج میسازی، گاه زبانت را توتله میکنی و گاه دست و پاچت کج میکنی. این یعنی مذاق و مسخره کردن به بعضی بندگان الله میباشد. همین کارهایی که میکنی حرام و ناجایز است. تو خودت را مسلمان میحسابی؟ آیا برای مردی مسلمان درست است که با زنان نامحرم در ملأ عام خود نمایی کند؟ تو را به خدا قسم، آیا همین رفتار را میخواهی یک مرد بیگانه با همسر و خواهرت انجام دهد؟ هرگز نمیخواهی. اما خودت با زنان نامحرم در پوبلیک برآمد میکنی. این کاری که شما انجام میدهید پهن کردن فحشا و بی‌حیایی در جامعه میباشد. مردم را با دروغ و سفسطه گفتن میخندانید. این بسیار کاری زشت است که الله سبحانه و تعالی از کاری که تو میکنی ناراض میشود. به خود بیا، کاری نکن که روز جزا دردی سرت شود.